وقتی که من در پیش براشون می نویستم اونها شهوتشون بیدار میشه که زنا میکردیم با راه فریب آنها رو میگفتن که با من خواه خیز کننده کاراتون میشه. زنا در نگاه اسلام حرام است و زناکار دوزخی است. در کتابخوان نوشته که این زنا از طرف خدا حرام کرده شده است. همه روز من خودم داشتم نتونستم سستی کردم و گناه از آن کردم. با راه سحر جادو تا امروز کسی به درد خود درمان نیافته است و نخواهد یافت، ولی شخصان زودباور و گمراه و بیسواد برای برطرف کردن مشکلی پیش آمده نزد سحرگران، جادوگران و به نام ملا و طبیبان رفته به قلوبان شرایط فراهم می آورند. اکثر موارد شخصان بیخبر از رسالت دین و مذهب دین اسلام را همچون نقاب برای عملی کردن کردارهای نفسانی و مردم فریبی سوء استفاده میبرند. ولی کارکردهای اپراتیوی کارمندان میلیسیا آشکار کرد که در جامعه اشخاصی هستند که با وجود پره از بر نمودن قرآن کریم و حفظ نمودن آن به عمل و کردارهای غیر شرعی دست میزنند. در نتیجه دایر نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی، کردارهای مردم فریبانه و سوء استفاده از باوری دینی شهروند آدینه فیض‌الله عزت‌الله‌ویچ معروف با تخلص قاری فیض‌الله سال تولدش 1972 ساکن شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور کوچه عینی آشکار گردید. نامبرده مدت 6 سال در شهر اندیجان جمهوری ازبکستان در نزد قاری حسین نام شخص تعلیمات دینی گرفته قرآن را حفظ کرده است. من در شهر اندیجان در مدت 6 سال قرآن را از یاد کردم. قاری مرتب هستم. بعد بازگشت به جمهوری تاجیکستان او خود را در بین مردم ملای جنبرار و سحرگر، دمانداز و مشکل کشا معرفی کرده مقدسات دین و ارزش‌های آن را صرف نظر نموده است. سحرگری و مردم فریبی آدینه فیض‌الله اگر یک طرفی مسئله باشد، طرف دیگری مسئله بسیار مدهش، ننگاور و تأسف‌آور است. زیرا نامبرده با استفاده از باوری دینی زنان و دختران ناتوان و دچار مشکلی گردیده به ناموس و عفت و پاکدامنی آنها دست درازی میکند و با بهانه دعاخوانی و مشکل کشایی با جوان دختران گمراه و بیسواد مناسبت‌های بداخلاقانه و شهوانی انجام داده است. اکثریت مزاجایی که پیش من می اومدن زنها بودن. من اونها رو میگفتم که بیاین در پیش براتون نویسم، کشایش کارتون میشود، تیزتر کاراتون برار میگیره. وقتی که من در پیش براشون می نویستم اونها شهوتشون بیدار میشه که زنا میکردیم با راه فریب آنها رو میگفتن که با من خواه خیز کننده کاراتون میشه. نوارهایی که پیش نظر بیننده قرار دارد عمل و رفتارهای قاری فیض‌الله در آن عیان است و هر آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. نوشتن در پیش بری زنانی کار افتاده وسیله است که نامبرده با این راه شهوت آنها را بیدار نموده عملهای غیر شرعی و ناجوانمردانه خود را انجام میدهد. شخصی حساریه که با ما وعده کرده بودم که کارتا بود میکنم، کارشا بود کرده نتونستم. نه با من شهوانیشا بیدار کردم و او مرا نگذاشت که ما با خوب خیز کنم مقابله نشم. نه. همزمان قاری فیض‌الله مزاجان را باور میکنانیده است که خواب خیز با او مشکلی کار افتادگان را آسان می نماید. گرچند آدینه فیض‌الله از ارزش‌های دین مبین اسلام برخوردار است، ولی برایش هیچ مقدسات وجود نداشته او دین و مذهب، رسم و آیین، جوانمردی و ننگ و ناموس خویش را برای عشرت لحظه‌ای برباد داده و فریفته نفسی سرکش گردیده است. بر زمین نامبرده از نگاه شریعت زنا و زناکار را چنین حکم میکند. شما که قاری قرآن هستید، زنا در نگاه اسلام چی است؟ زنا در نگاه اسلام حرام است
و زیناکار دوزخی است. ҳамзамон муайян карда шуд ки номбарда барои сеҳру ҷодугарӣ аз корт, шам, оби нӯшокӣ ва китоби ҳофиз ки бо хати форсӣ навишта шудааст истифода намуда бо мақсади ба даст овардани маблағи пулӣ бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрвандон даромада барои осон намудани мушкилоти онҳо бо хондани оётҳои қуръон маблағи пулӣ талаб намуда гирифтааст. асосан шаҳрвандон ба хотири чӣ назди шумо меомаданд? به خاطر مثال شوهرشون قطعی وی نشوند گفته یکی یکم вай нашавам яъне чӣ? جدا نشوند مثل جنگ و جنجال برای همین می آمدن دخترایی بودن می آمدن که مثال فلان بچه را میخوام بگیرم برای وی می آمدن یا برای کشایش کارشون می آمدن برای مثال همه ایش به ایش گرم شوند آیت قرآن می نویسند کدام оятро менависед? و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. яъне оят чӣ мешавад бо забони тоҷикӣ? این هم میگفتن آیت مهره مهر محبت меҳру муҳаббат. ин дар кадом сура омадааст? سوره بقره ده. از یک دختری حساری به مبلغ 5000 سومونی گرفتم. گفت که یک پسره به ما گرم شد تو اینکه وی مرا بگیره. خاطر همون به ما 5000 داد. وابسته به شخصیت آدینه فیض‌الله گفتند به مورد است که او قبلا برای صادر کردن جنایت قلابی 4 مرتبه سود شده است. علاوه بر این در یک وقت با 2 زن زندگی یکجا پیش برده از 2 زن صاحب 9 فرزند می باشد. قبلا من از میزاجون تیلواری ها می گرفتم و 4 مرتبه به همین چیزها سود شدم. ба хотири чӣ тиловарӣ мегирифтӣ? به خاطر گرم کردن. من صاحب 2 زن هستم. با این مانند کارمندان شعبه منطقوی ریاست مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی چنین یک عمل فاسقانه را آشکار ساختند که با سوء استفاده از حسیات و باوری دینی صادر شده است. شهروند عبدالله غیب الله سال تولدش 1949 استقامت کننده جماعت دهاتی بنجیکت ناحیه شهرستان دستگیر شده است که در برابر در منزل استقامتیش به خدمت رسانی دعاخوانی مشغول شدند. همزمان همین گونه خدمت رسانی دعوتی را در خانه کار افتادگان اجرا نموده با بهانه دعاخوانی و جنبراری به عملهای فاسقانه که معیارهای اخلاقی را میشکند راه میداد. اصولی مردم فریبانه توبت با راه دعاخوانی در حال است که مردی روزگار دیده غیب الله عبدالله معلومات دینی ندارد و مضمون و ماهیت آیات و سوره های خوانده‌اش را نیز نمیداند. گمان بر شده مزاجان جنسی زن را باور میکنانیده است که وجودشان جن دارد و با بهانه هستن آنها برآوردن جن با زمزمه سوره آیات ها با آنها نزدیک میشد. زن جرأت کرد از بالای این گونه حرکت های ضد اخلاقی به میلیسیا مراجعه نمود و در دایره چهاربینی اپراتیوی جستجویی بد اخلاقی غیب الله عبدالله فداخان تصدیق یافت. البته این در کتابخوان نوشته که این زنا از طرف خدا حرام کرده شده است. همه روز من خودم داشتن نتونستم سستی کردم و گناه ازم کردم. برای همین من خودم این گناه خود را بخشش کردن نمیتونم. جزئیات دیگری مردی توجه آن است که غیب الله عبدالله دعاخوانی را در مسافه نزدیک با میزاج و استفاده نیچه ریزینی انجام میداد. یک سمت نیچه که تقریباً 20 سانتی متر درازی دارد در دهان میزاج قرار می گرفت و در جریان آیت و دعاخوانی او به سمت دیگر دهان خود را میگذاشت. این حالت نیز اصولی مایل سازی به عملهای شهوانی است و همین گونه نفری به درد خود دوا جوینده به عملهای ناشایسته و بیشرمانه شخص دعاخوان روبرو میشد. ما در نوارها مشاهده کردیم که شما هنگام دعاخوانی از یک نیچه استفاده میبرید. همون نیچه شما چی خاصیت دارد؟ همون نیچه مثلا کف کنید اگر با خود دور من نمیدارد چرا همین شلانچه مثلا بعد در انسان همون آیاهای دم برای دیگر با شفا یافتنش انجام نمانشه. برای چی شما یک سمت نیچه را در دهان خودتان میگذاشتید و یک سمت دیگر نیچه را در دهان میزاج اکثرا زنها میگوشند در دهان زنها میگذاشتید؟ چی خاصیت دارد؟ چی عاقبتش چی است اینا؟
برای که همین دم با بیرون نبروده فقط درست باشن همین درون برود. صادرشوی چنین دلیل‌ها باید عبرتی باشد برای آن نفرانی که فرزندان نابالغ و پیوندان خویش را با بهانه تحصیل علوم اسلامی، دعاخوانی، تفاوت دینی و دیگر عامل‌ها اجازت می‌دهند که از خدمت نوجوانمردانه چنین اشخاص برخوردار باشند. وابسته به حالت‌های جای داشته نسبت آدینه فیض الله و غیب الله عبداللهیف پرونده جنایتی آغاز گردیده در پیشبرد تفتیشات قرار دارد. نوابسته از آن که مردم فریبی و بیسوادی و به گمراهی بردن شهروندان از جانب چنین به نام ملا و طیبان از جانب کارمندان میلیسیا آشکار گردیده توسط وسایل اخبار عامه پیشکش شهروندان گردانده شده باشد هم، ولی هنوز برخی نفران به چنین ملا و طیبان باور نموده جای آنی که برای درمان بخشی بیماری خود و بیمارخانه و نزد طیبان کسبی روند، باز به نزد چنین اشخاص بیسواد و مردم فریب رفته در نزد خانه‌های آنها ساعت‌ها منتظر می‌شوند. مورد به ذکر است که مشغول شدن به سحر جادو و فالبینی یکی از عملهای ناپسنده ترین به شما رفته. آن نفری که به این عمل دست میزند در نزد قانون جواب خواهد گفت. در دایره برگزاری یک قطار چهاربینه اپریتیوی از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، شهروند بابامرادوف جهانگیر بختیاروویچ در حدود پایتخت که به سحر جادو و فالبینی مشغول بود دستگیر کرده شد. معین گردید که نامبرده ساکن 26 ساله ناحیه ورزاب می باشد. بابامرادوف جهانگیر خود را همچون فالبین و جادوبرار معرفی نموده با هزاران مکر و حیله اشیای برای سحر و جادو استفاده شونده را خود آماده و در قبرستان و منزل استقامتی جبردیدگان پنهان میکرده است. بعداً مراجعت کننده را باور میکنانیده است که او را سحر و جادو کردند. بعد گفتم که اوی قایترما که زد خانه‌اش نشپید، من گفتم که باز چی میکنی؟ مثلا خانه تا با هم جادو کردگی علم کردگی وای تازه میکنی. پیش رفتم تیار کردم و تا همونجا پرت افتادم همون خانه‌اش، همون چیزه، همون قلفه. انا بعدی وای قبرستان هم خیلی کردگیم تا در قبرستان هم خیلی کردگیم، مثلا جادو کردگیم، علم کردگیم، صورت داده. بعد وای تازه کردم در کار. با من وای صورتای آورد، همون صورتای همش آورد همجا کرد، من صورتای گرفتم. همونجا صورتای اتش گرفتم و بیرون رفت، من گرفتم. بعد پگاش رفتیم در همون یک چکوری بود، قبر چکوری بود، در دوری اول من پرت افتم اون صورتا. در همون چکوری پرت افتم شد. با پگای دیگرش با رفتیم، وقتی همون آدم همونجا من گرفتیم، شدیم تازه کردیم پرت افتیم شد. مثلا من همون صورتی که مثلا من میبردم در قبرستان میپرتم یا که همون قلفی که در خانه میپرتم این همش دروغه. این مثال با این راه من مبلغ به دست میوارم، این مثال کاری خطایه. مثال شما هم میتونه که مثال همین آدم ها پرهیز کنیم، مثال دوری جویتان نکنیم، مثال نرویتان دیگه پیششون. چنان معلوم گردید در اصل نامبرده تنها به خاطر منفعت‌های شخصی برای به دست آوردن مبلغ‌های پولی دست به این کرداری مردم فریبانه می‌زده است. همزمان از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت آشکار گردید که شهروند عبدالله و زهرا ابراهیمونا سال تولدش 1972 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه ویداللهیف به سحر جادو و فالبینی مشغول است. نامبرده خود را همچون طبیب خلقی معرفی نموده، ولی در اصل با استفاده از هر گونه اشیا و جسمای کرخت گویا به درد شهروندان دوا میبخشیده باشد، شهروندان را در منزل استقامتی خود سحر و جادو میکرده است که ضمن از نظر گذرانی منزل استقامتی نامبرده یک قطار اشیاهای برای سحر و جادو استفاده شونده همچون دلیل شیعی دریافت و مصادره کرده شدند. در نتیجه مشاهده و معلومات اپریتیوی کارمندان ریاست آگاهانی و پیشگیری در بین نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی چهره باز یک نفر جادوگر را آشکار کردند. این نفر شهروند نیما و زهرا سال تولدش 1983 استقامت کننده کوچه نصرت الله مخزومی پایتخت می باشد. موردی قید است که او وابسته از آن که دارای یگان معلومات طبی، دینی و حتی جمعیتی نیست، به خواندن دعاهای غلط و نوشتن تومار و تشریح مشغول بوده، با این وسیله از کار افتادگان یا به اصطلاح میزاجان خود مبلغ کلان میستاند. هنگام وارد شدن کارمندان ریاست مذکور به منزل اجاره گرفته‌اش، نامبرده با استفاده از باوری شهروندان با استفاده از کارت، تخم، لباسهای تحپوش زنانه و مردانه به سحرگری مشغول بود. با پیشنهاد نوارهای مذکور بار دیگر تاکید نمودند به مورد است که امروز علم و دانش‌های طب در سطح ضروری ترقی و تشکل یافته است. شهروندان را میباید از چنین افراد جادوگر و فالبین دوری جسته به عمل و رفتار آنها باور نکنند.
وابسته به حالتهای مذکور نسبت بازداشت شدگان برای عملهای مردم فریبانه‌شان موادهای ضروری ترتیب داده شده است.